سلام، وقتتون خوش. میخوایم که لایو خیلی کوتاه به نسبت داشته باشیم از یک جلسه کلاس پیلاتس. من منتظر میشم که دوستان جوین شن. سلام، میشه به من بگین لطفاً که کیفیت صدا و تصویر خوبه؟ میخوام بدونم صدا داره از میکروفون میاد. یه امتحان کنیم ببینید. الان خشخش میشنوین وقتی من دستامو میکشم روش؟ اگه تو کامنت برام بنویسی خیلی ممنون میشم. بله مرسی. صدا از میکروفون میاد براتون؟ الان این خشخش رو میشنوین؟ اگه اینم به من بگین خیلی ممنون میشم، چون با میکروفون بهتر میشه صدا. خب عالی، مرسی. من توضیح کوتاهی اول میدم، بعد با هم حدود حالا یه ربی ورزش میکنیم. من گلناز نادرخانی هستم، مربی پیلاتس. بیشتر از 16 ساله که خودم پیلاتس انجام میدم و بیشتر از 10 ساله که مربی هستم، با افتخار از مؤسسه پیلاتس ایرانیان. و تقریبا از اوایل کرونا حدود 6 سال پیش تمامی کلاس هام رو به صورت آنلاین برگزار میکنم و خوشبختانه تجربه بسیار موفقی بوده. امروز میخوایم با هم یه تمرین خیلی کوتاهی از پیلاتس داشته باشیم. فقط من چند تا نکته قبلش میگم، بعد از لایو، بعد از که در واقع اون تمرینمون تموم شد هستم و هر سوالی باشه پاسخ میدم و حالا یه سری توضیحات بیشتر. الان اگر هیچ بیماری خاصی ندارین میتونید با هم ورزش کنید، از حالا بیماری های خیلی جدی گرفته تا حتی سرماخوردگی ساده. اگر الان مبتلا هستین این تمرین مناسب شما نیست. اگر کمردرد، گردن درد، زانو درد دارین بهتره که با من تمرین نکنین و در صورتی که توسط پزشک معاینه شدین و بهتون مجوز ورزش دادن بهتره که در کلاس های من شرکت کنین، چون که من الان این لایو رو به عنوان نمونه دارم برگزار میکنم و توضیحات لازم برای افرادی که حالا آسیب خاصی تو گردن و کمر و زانو و غیره دارن رو خیلی ارائه نخواهم کرد، چون که بیشتر هدفم اینه که الان کسانی که حالا میتونن و میخوام با فضای کلاس آشنا بشن این آشنایی براشون اتفاق بیفته. هدفم الان اینجا خیلی آموزش و برگزاری رسمی کلاس نیست، بیشتر میخوام به عنوان یک دمو شما ببینید فضای کلاس آنلاین چطوریه. و اگر احیانا بیماری های هم خدای نکرده مثل سرطان، MS یا هر نوع بیماری که منع پزشکی دارین مبتلا هستین، لطفاً با این تمرین نکنید. خب در حالت نشسته شروع میکنیم. چهارزانو یا هر فرمی که خودتون دوست دارین بشینین و لطفاً هر حرکتی رو تا اونجایی که احساس خوبی بهتون میده انجام بدین. سطح این کلاسمون تقریبا در سطح مبتدی و کمی متوسط هست. من حرکاتو بسیار در واقع حرکات ساده و غیر پیچیده رو اجرا میکنم، چون طبیعتا ممکنه خیلی از شما عضوی از کلاس های من نباشین و لازمه که از قبل یه سری توضیحاتی رو بدونین که خب اینجا فضاش نیست. پشت صاف، دست ها مقابل شانه، دست چپ خم و دست راستتون رو روش قرار بدین. با دم سرتون رو بیارین پایین و با بازدم سرتون رو برگردونین. دست هاتون رو بزنین روی دنده هاتون و شروع کنین آهسته به تنفس جانبی. دم ها رو از راه بینی میگیرین و با بازدم آهسته هوا رو از راه دهان فوت میکنین بیرون. همون جایی که نشستین نافتون رو کمی بکشین داخل و کمی به سمت بالا، ولی انقباض به قفسه سینه و شانه ها منتقل نشه که بیان بالا، اینا رها باشن. گودی کمر پره، شکم رو کشیدین داخل، یک کوچولو دنبالچه رو جمع کردین و سعی کنین با هر بار دم دنده هاتون به طرفین باز شه و بازدم آهسته به سمت وسط جمع شه. دم از راه بینی و آهسته بازدم از راه دهان. نگاهتون رو بدین به روبرو روی خط افق و به صدای تنفستون توجه کنین. دم و آهسته بازدم. یکی دیگه دم بزرگ
و آروم بازدم بزرگ. دستاتون از همینجا بیارین دو طرف بدن روی زمین. با دم شانه ها رو بکشین توی گوش. آهسته بازدم برگرده. شانه ها بیان بالا، دم، بازدم برگردن. این بار که شانه ها رو آوردیم بالا، خیلی آروم دورانشون بدیم به سمت عقب و آهسته از عقب دورانشون بدیم به سمت جلو. یک بار دیگه شانه ها رو از جلو دوران بدیم به سمت عقب و رهاش کنیم. خیلی آهسته با دم به سمت راست نگاه کنیم. بازدم وسط. با دم به سمت چپ نگاه کنیم. بازدم وسط و از همینجا کف پاها رو بزنید روی زمین اندازه عرض مت و هر دست خیلی نرم پشت ران خودش رو نگه داره. پشت صاف و کشیده. نافو بکشین تو. گرد بریم به سمت عقب. شکمتون رو بکشین داخل تا جایی میرین عقب که آرنجتون صاف شه، نه بیشتر. همینجا مکس. نگاه روی نافه. شکمتون رو سفت بکشین داخل. با قدرت عضلات شکم آهسته گرد برگردین و صاف بشین. دوباره گرد بریم به سمت عقب. مکس. بمونین. گودی کمرتون الان گرده. اینجا فرض کنین میخواین یه شلوار جینی که برای شما 2 سایز کوچیکه، نوعه و خیلی خشکه بپوشین. میخواین حتما دکمهش رو ببندین. اون دکمه فرضی رو ببندین. شکم رو بکشین داخل. دم بگیرین. با بازدم آهسته گرد بیاین به سمت بالا. صاف و کشیده بشینین. یک بار دیگه میریم آهسته به سمت عقب. به نافتون نگاه کنین. شانه ها پایین و ریلکس. دوباره اون دکمه فرضی رو ببندین. گرد آهسته بیاین به سمت بالا و صاف و کشیده بشینین. این بار وقتی میریم به سمت عقب مکس میدین. بدون ضربه بسیار آهسته مهره به مهره روی زمین دراز بکشین. سر روی زمین، کف پاها خیلی از شما دور نباشه. دست‌ها کنار بدن. کمرتون رو به زمین بچسبونین. به سقف نگاه کنین. شانه ها روی زمینه. دم. کمی دنبالچه رو جمع کنین. بازدم. دوباره دنبالچه روی زمین. یک کم دنبالچه رو جمع کنین. این بار دونه به دونه مهره های ستون فقرات رو از زمین جدا میکنین و آهسته میکشین بدنتون رو به سمت بالا. وارد پل سرشانه میشین. باسن از زمین جدا شده. مهره های کمری جدا شده. تا نزدیک دو کتف رفتیم بالا. بمونین. حالا الان نباید دنده هاتون رو بدین بیرون. دنده ها رو بکشین داخل. عضلات باسن رو منقبض کنین. بکشین به سمت سقف. نگاه به سقف. بسیار آهسته مهره به مهره برمیگردین. اول مهره های کمری برسه. سرتون نکشه عقب. بعد دنبالچه و لگن. یک بار دیگه من دستام میدم بالا اگر میخواین ببینید. دنبالچه رو جمع میکنین. نافو میکشین داخل. مهره به مهره ستون فقراتتون از زمین جدا میکنین. میرین بالا. بمونین. اینجا فرض کنین یه فلش از بالا روی شکمتونه. میگه بدینش پایینی. پس شکم میکشین پایین. یه فلش هم از پایین زیر باسنتونه. میگه باسن رو بدین بالا. دارین 2 تا نیروی مخالف وارد میکنین. شکم رو میکشین تو. باسن رو میکشین بالا. از درون عضلات باسن رو منقبض کنید. نمیخوایم کمرمون گودشه دنده بزنه بیرون. این خیلی اشتباهه. دنده ها رو بکشین داخل. باسن رو بدین بالا. پاشنه های پاتون رو به زمین فشار بدین و آهسته و مهره به مهره برگردین. اول کمر برسه. بعد دنبالچه و لگن. کمر رو به زمین بچسبونین. یک بار دیگه نرم مهره به مهره بریم به سمت بالا. عضلات باسن رو خوب منقبض کنین. بمونین. حالا الان شاید یکم فرو رفتین توی شانه هاتون. گردنتون کوتاه شده. این اتفاق نیفته. شانه ها پایین. شیب این پلی که ساختین رو بکشین سمت زانوها. پاشنه های پا قویه روی زمین. آهسته مهره به مهره برگردین و کمر رو به زمین فشار بدین. پای راستتون رو بکشین داخل شکم. پای چپتون رو هم بیارین کنارش. شکم رو به سمت زمین بکشین و کمر رو فشار بدین. حالا اگر گردنتون درد میکنه یا مبتدی هستین، سرتون رو میتونین همینجا بزنین رو زمین بمونه. یه کوسن کوچیک زیر سرتون باشه، حوله تا شده. اگر نه گرد میاین به سمت بالا نگاه میکنین به نافتون. تا آخر حرکت شما به شکمتون نگاه میکنین. اینجوری سرتون نکشین عقب به سقف نگاه کنین. از پیشرفتش نشون میدم. پای راست میمونه تو شکم. پای چپ رو میبرین جلو نزدیک زمین صافش میکنین.
آهسته جای پاها عوض میشه. چپ رو میکشین تو شکم، راست میره نزدیک زمین صاف میشه. حالت متوسطش رو نشون میدم. پای چپ رو میبرین تو 45 درجه صاف میکنین. عوضش میکنین راست تو 45 درجه. حالت مبتدی‌تر و کمردردیش، پای چپ رو به سمت سقف صاف میکنین، راست رو به سمت سقف صاف میکنین. همین رو ادامه میدین. اصلا سرعت نداره. باید پاتون جایی بره که کمرتون به زمین چسبیده و نگاه روی نافه و میتونین هر بار یه پا رو صاف کنین. حالا دقت کنین که هر دفعه هر دو تا دست ران رو میگیره از زیر. از رو زانوتون رو نگیرین، فشار بدین. از زیر ران رو بگیرین. دم، انگشتای پا آزاد. بازدم، نگاه رو ناف. اگه گردن کسی خسته شده سرشون رو بزن رو زمین، هی بالا پایین نمیشین. دم بزرگ. نفس بکشین. بازدم از راه دهان. گردتر شین. شانه ها ریلکس. پای چپ آهسته، پای راست. یک بار دیگه پای چپ، جفت آخر پای راست. دم، بازدم. پای چپ، دم، بازدم. هر دو پا توی شکم، سر روی زمین. کمرتون رو خوب به زمین فشار بدین. دم، بازدم. کف پاها روی زمین، اندازه عرض لگنتون فاصله داشته باشه، خیلی دور نباشه. دوباره دست ها کشیده، آهسته مهره به مهره بریم بالا. شکمتون رو بکشین داخل، باسنتون رو بکشین بالا. دنبالچه جمع. بسیار آهسته مهره به مهره برگردین. همینجا پاهاتون اندازه عرض متتون باز بذارین، میشه یکم بیشتر از عرض لگن. کف پاها روی زمینه. کمر رو زمین پهن کنین. آهسته مثل برف پاک کن. پاهاتون رو بدین به راست، میذارین کف پاها کمی جداشه. دنده های چپ رو بکشین داخل. دم، میاین وسط. بازدم، پاها رو بدین به چپ. دنده های راست رو بکشین داخل. دوباره دم، وسط. ناگهان پاتون نمیدین کنترل لگنتون از دستتون در بره. آهسته حرکتش میدین. یک بار دیگه به چپ، وسط بمونین. با همین فرم پاها مهره به مهره بریم بالا پل سرشانه. خوب باسنتون رو منقبض کنین. زانوها کمی باز شده دیگه، به سمت روبرو نیست. آهسته مهره به مهره برگردین. کمرتون رو به زمین فشار بدین. دوباره پاهاتون رو به هم نزدیک کنین و یک بار دیگه بدنتون رو گرد کنین. دوباره دقت کنین نگاهتون روی نافه، به سقف نگاه نمی کنین. پاهاتون جمع کردین، یا ران رو گرفتین یا ساق رو. یا کسانی که پیشرفته هستن دستشون راحت به پاشنه پاشون میرسه. دم، بازدم. پای به هم چسبیده، دست موازی، همه رو به سمت سقف صاف کنین. کسانی که کمر درد دارن پاشون رو صاف نکنن. دم تو شکم. کسانی که میتونن پاهاشون رو 45 درجه صاف کنن. بازدم، بکشین. نباید کمرتون از زمین جدا شه. حالت پیشرفته حرکت. دم، دست کنار گوش، پا نزدیک زمین صاف میشه. مکس. حالا چقدر آهسته و با قدرت شکم میتونیم پا رو برگردونیم. یه بار دیگه. دم بزرگ. شاید اکثریت دامنشون یه همچین چیزی باشه، پا بره 45 درجه. آهسته میاد توی شکم، موقع برگشت پرت نمیشه. نگاه رو ناف، گرد شین. دم، نافو بکشین تو. بازدم، کمرتون رو به زمین فشار بدین. یه بار دیگه. دم بزرگ. آهسته دست و پا رو بکشین، نگه دارین. شکم رو بکشین داخل، آروم بیاد توی شکم. سر روی زمین، کف پاها روی زمین. کمرتون رو خوب به زمین فشار بدین. دوباره شانه ها روی زمین. نفس بگیرین. دم، با بازدم برین پل سرشانه. خوب باسن رو منقبض کنین. آهسته مهره به مهره برگردین. اگر مبتدی هستین بچرخین به پهلوی راستتون و با کمک دست هاتون سر آویزون بیاین به سمت بالا. کسانی که سابقه خوبی تو پیلاتس دارن میتونن با گهواره بدون ضربه آهسته بیان بالا. بچرخین و در وضعیت 4 دست و پا قرار بگیرین. نافتون تو، کف دست ها رو زمین. پشتتون صاف. الان این رو نمیخواین که کمرتون اینجوری گود شه و توی شانه ها فرو رفته باشین. سرتون بکشین عقب. این خیلی غلطه و رایج ترین غلطه. گودی کمر پر. از تو شانه میاین بیرون و سر در راستا. دم بگیرین. با بازدم دست راست پای چپ رو روی زمین صاف کنین. نگه دارین. دم بعدی آهسته بیارینشون بالا. بازدم صاف برن نزدیک زمین.
دم بگیرین بیان بالا. بازدم برن نزدیک زمین. دست راست و پای چپه. به انگشتان دست چپتون نگاه کنین. بازه کف دست چپ رو به زمین فشار میدین و خودتون رو از تو شانه چپ بکشین بیرون. پا رو تا کجا میارین بالا؟ تا جایی که کمرتون گود نشه و باسن نچرخه به راست. ساق پای راست رو به زمین فشار بدین، شل نباشه. انگشتای پای راست رو به زمین فشار ندین. یه بار دیگه دم بیان به سمت بالا بمونن. از تو شانه چپ بیان بیرون. بکشین بدنتون از دو طرف. ناف تو دم. بازدم. نگاه روی مت. یه نفس دیگه. آهسته صاف بیان پایین. برگردن سر جاشون. دم بگیرین. با بازدم دست چپ پای راست رو روی زمین صاف کنین. دم بعدی بیان بالا. بازدم صاف بیان نزدیک زمین. دم میان بالا، کمرتون گود نمیشه. بازدم نزدیک زمین. سر در راستای ستون فقرات. آویزون نشده. عقب هم نمیکشینش. به دیوار روبروتون نمیتونین نگاه کنین. گودی کمر پر. نفس. از تو شانه راست بیاین بیرون. دم. بازدم. آهسته و با قدرت اجراش کنین. اینکه دست و پاتون رو چقدر کشیدین مهمه. اینکه چقدر میان بالا الان مهم نیست، چون اون دامنه بدنتونه. یکی دیگه. دم بزرگ. انگشتای پا آزاد. بازدم بزرگ. به کف دست راستتون نگاه کنین، گود نشده باشه. انگشتاش از هم فاصله داره. بند اول انگشتا رو به زمین فشار میدین. نفس. دم. بیان به سمت بالا. بازدم. باسنتون نچرخه به چپ. بار آخر دست و پا رو بالا نگه دارین و بکشین. دست کنار گوش. پا امتداد باسن نرسید مهم نیست. بیاین بیرون از تو شانه راست. نفس بکشین. دم. بازدم. یکی دیگه. آهسته دست و پا برگرده. باسنتون رو بکشین عقب و سجده. باسن به پاشنه پا نرسید مهم نیست. دست ها رو بالای سر صاف بکشین. کف دست روی زمین، گوش بین بازوها. حالا بدنتون رو رها کنین. یه دم بزرگ بگیرین. چشم باز. بازدم. قوز نکنین. بدن رها باشه. دم. بازدم از راه دهان. از همینجا توی سجده. دست و پا رو بکشین. میتونین یک دور اول منو ببینین. کف دست رو به زمین فشار میدین. مچ پا رو میشکونین. سینه پا رو به زمین فشار میدین. میرین داون داگ. باز زانوی خم. پشتتون صافه. گوش بین بازوهاست و نگاه جلو انگشتای پا رو مته. دنبالچتون رو بکشین به سمت عقب و بالا. کسانی که سابقه خوبی دارن پاشون راحت صاف میشه، صاف کنن. پشتتون باید صاف باشه. اینجوری گرد نباشین. دوستان پیشرفته دقت کنن گود هم نشن. کف دست رو به زمین فشار بدین. آهسته زانوها رو بذارین روی زمین و یک بار دیگه باسن عقب سجده. نفس. دم. بازدم. یه بار دیگه میریم به سمت بالا. سینه پا رو به زمین فشار بدین. زانوها رو جدا کنین. دم بگیرین. پشت صاف صاف. بازدم. دنبالچتون رو بکشین به سمت عقب. با بدنتون یه وی برعکس انگلیسی ساختین یا یه 8 فارسی. تیز باشه نوکش. با سرتون هل بدین به سمت دیوار پشت سر، ولی ناف رو هم بکشین تو. حالا بند اول انگشتای دست رو به زمین فشار بدین. کف دستتون گود نشه و عضلات کتف و شانه رو از گوش ها دور کنین. بکشین سمت دنبالچه. حالا یا آروم زانوها رو میذارین میرین 4 دست و پا، یا کسانی که سابقه ورزشی دارن میرن پلنک. از همینجا خودتون رو سر میدین جلو. ناف تو، پشت صاف، پای اکتیو. دم بگیرین. بازدم. میتونین 4 دست و پا باشین. تو پلنک باسنتون نمیفته. خیلی اشتباهه. بالا هم نمیمونه. اینم اشتباهه ولی آسیب نمیبینین. ولی این به کمرتون آسیب میزنه. دنبالچه جمع. دوباره باسنتون رو بکشین عقب. داون داگ. کف دست رو به زمین فشار بدین. دوباره یا 4 دست و پا. زانوها رو میذارین رو زمین یا پلنک. نفس بکشین. دست رو فشار بدین. از تو شانه خودتون رو بکنین. یک بار دیگه باسن عقب. داون داگ. آهسته زانوها روی زمین. آهسته باسن عقب و سجده. نفس بکشین. چشمتون باز. دم بگیرین.
و بازدم توی سجده با هر دو دست یه قدم بزنیم به سمت راستی، یه قدم بریم به راست. دست چپتون هنوز توی مته. باسنتون رو فشار بدین روی پاشنه پای چپ و ببینین چقدر میتونین حس کنین که دنده های چپتون داره باز میشه به طرفین. دم از بینی، بازدم از دهان، گوشتون بین بازوها. با هر دو دست قدم بزنین به چپ، سرتون رو نکشین بخواین به زمین برسونین. گوش بین بازوها، هر دو طرف پهلو کشیده و باسن رو فشار بدین رو پاشنه پای راست. چشمتون بازه، نفس بکشین. دم، بازدم، برگردین وسط و بدن رو رها کنین. میتونین ساعدها رو بذارین روی هم دیگه، پیشانی رو بذارین روی ساعد. از همینجا خیلی آهسته بیاین به سمت بالا 4 دست و پا و یک بار آهسته پشتتون رو گرد کنین. پشت رو صاف بکشین. دوباره پشت رو گرد کنین. آهسته پشت رو صاف بکشین و از همینجا برگردین و خیلی آروم بشینین رو به من. باسن داخل مت، پاهاتون اون یکی لبه داخلی و از همدیگه دور باشه. پاشنه پاتون رو زمینه، زانوتون و انگشت شستتون داره سقف رو میبینه، به بیرون رها نشه، داخلم نچرخه. اینا به سمت سقف خیلی محکم نشستین. کف دست ها رو بیرون مت بذارین رو زمین، کامل رو زمین، سر انگشتاتون هم به بیرون. حالا الان فرو رفتین تو شانه و گریبان، خودتون رو بکشین بیرون، دنده هاتون رو ندین بیرون، دنده ها داخل. بسیار آهسته مثل برف پاک کن، پاهاتون رو بدین به راست، دم بگیرین. آهسته وسط، صورت باز، بدین به چپ، دم از راه بینی، بازدم از راه دهان وسط. کسانی که میتونن دامنه پاشون خوبه، پاها رو میدن کامل به راست، ولی باسنتون اینجوری نمیکشه وسط. باید بتونین قسمت چپ باسن رو در کنترل خودتون داشته باشین. دم وسط، آهسته برن به چپ. یه بار دیگه، دم، بازدم بزرگ به راست، از تو شانه ها بیاین بیرون. دم وسط، آهسته برن به چپ، وسط بمونن. همینجا بیاین به سمت بالا، صاف بشینین. پاتون الان در حد توان دور باشه. توان امروز یک نفر انقدر، یه نفر انقدر، یه نفر انقدر. زیر زانوتون فعلا خالی باشه و مچ پاتون شکسته، یعنی کف پاتون رو به رو میبینه. اصلا مهم نیست پاتون چقدر دور شده، مهم اینه که بتونین نگهش دارین و پشتتون صاف باشه. حالا یا دست رو همینجا میذارین نگه میدارین فقط، یا میارینش بالای سر. دم، کمر پر، بازدم مقابل شانه، در حد توان ناف رو میکشین تو. آهسته با پشت صاف از لگن تا میشین، صاف برمیگردین. کسانی که در پیلاتس پیشرفته هستن، پاشون راحت صاف میشه، میتونن پا رو صاف و پوینت کنن. دوباره دست مقابل شانه، در حد توان با پشت صاف تا میشین. نوک انگشتای دست رو میذارین رو زمین، کمی خودتون رو میکشین جلوتر، گرد مهره به مهره برمیگردین و صاف میشینین. حالا پاهاتون زیر زانو دوباره خالی، با شیکینگ یا لرزش آهسته به هم نزدیکشون کنین. خیلی آروم و عجله نکنین. از همینجا میتونین مشتتون رو بذارین بین 2 تا زانو، فشار بدین، شلش کنین. اون یکی مشت دست رو بذارین فشار بدین، شلش کنین و 4 زانو یا هر فرمی که خودتون راحت هستین بشینین. لطفا هر دست سر زانوی خودش، ناف رو بکشین تو، گرد کنین بدنتون رو به سمت عقب، گرد برگردین، صاف و کشیده بشینین. دوباره ناف رو بکشین داخل، گرد برین عقب، گرد برگردین، صاف و کشیده بشینین. یک بار دیگه، دم از راه بینی، بازدم از راه دهان، پشتتون صاف. از همینجا دست چپ رو بذارین رو زانوی راست، سر انگشتای دست راست پشت بدن رو زمین، پیچ بدین به تنه، نفس بکشین، وزنتون نیافتاده باشه عقب. برگردین وسط، دست چپ رو بذارین، دست راست رو بذارین رو زانوی چپ، سر انگشتای دست چپ پشت بدن، پیچ بدین. به پشت شانه چپ نگاه کنین. الان اینجوری لم نداده باشین عقب، وسطین. اگه دست کشیده‌ای دارین، آرنج چپتون رو کوچولو خم کنین که بتونین صاف بشینین، تکیه ندین بهش. دم،
بازدم. یه بار دیگه پیچ به سمت راست. نفس. یک بار دیگه پیچ به سمت چپ. آهسته وسط بمونین. همینجا کف دست راست رو بزنین رو زمین، دست چپ رو بکشین کنار گوش، خمشین به راست. آرنج راستتون رو خم کنین، جوری صاف نمونه توی گوش. خمش کنین، شانه راست رو بکشین پایین. برگردین وسط. دم بزرگ. بریم به سمت چپ. شانه چپ رو بکشین پایین. آرنج چپ خم. ناف رو بکشین تو. دم. کف دست چپ رو فشار بدین به زمین، بیاین بالا. بازدم. یک بار دیگه به سمت راست. دم بزرگ. آهسته بازدم بزرگ. یک بار دیگه به سمت چپ. صورت باز. آهسته برگردین. صاف و کشیده بشینین. شانه هاتون رو آرام بدین عقب. از عقب به سمت جلو و از جلو به سمت عقب. رهاش کنین. خیلی آروم به سمت راست نگاه کنین. دم. بازدم وسط. آهسته به سمت چپ نگاه کنین. دم. بازدم وسط. همینجا کمی چانه رو بدین پایین تو گودیه گردن. سرش بدین. پشت شانه راست رو ببینین. آروم سرش بدین. پشت شانه چپ رو ببینین. پایین و سرتون رو آهسته صاف کنین. صورتتون رو به من بمونه کامل، به رو به رو. بسیار آهسته سرتون رو مثل کشو بدین عقب قبقب بندازین. این نمیشین، به سقف نگاه نمیکنین، به زمینم نگاه نمیکنین. صورت به رو به روه. شلش کنین. دوباره سر رو مثل کشو بدین عقب قبقب بندازین. شلش کنین و حالا 3 تا نفس بزرگ با هم میگیریم. دم بگیرین. دست ها رو بکشین بالا. بازدم بدنتون رو رها کنین. دم بگیرین. دست ها رو بکشین بالا. بازدم بدنتون رو رها کنین. بار آخر دم بزرگ از راه بینی. دم دم دم. بازدم خودتون رو در آغوش بگیرین. پشتتون صاف. دست ها مقابل شانه. گوشه های لبتون رو بدین بالا. دست چپ خم و دست راست رو بذارین روش. با دم سرتون رو بیارین پایین و از خودتون برای این زمانی که گذاشتین و این تمرین رو انجام دادین تشکر کنین. سرتون رو برگردونین و دستاتون رو برگردونین. مرسی و امیدوارم که لذت برده باشین. یه چند لحظه میتونین همینجا بشینین، یه خورده بدنتون متعادل شه. بعد اگر خواستین بلند شین خیلی آهسته و مهره به مهره. از کسایی که همراه بودن خیلی